بعد پاش خوردن اتحاد شوروی در خریطه جهان دولت‌های نو و مستقل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به وجود آمدند. مقامات راهبری جمهوری‌های تاجیکستان و قزاقستان در راه تحکیم بخشیدن دوستی و رضایت بین‌المللی خلق‌هایمان که در این منطقه زندگی می‌کنند تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. همکاری‌های خلق‌های تاجیک و قزاق در راه دگرگونسازی‌های جامعه روز تا روز افق‌های نو را کسب می‌کند. ما وارد قلمرو قزاقستان گردیدیم. طبیعت زیبا، زمین‌های فراخ و صحراهای بیکران هنوز سالهای 30 هموطنان ما را به این دیار آورده است. تاجیکان بهر آبادی این مکان، پیشرفت اقتصادی و فرهنگی قسمت جنوب قزاقستان، شهرهای چیمکنت و جنبول، سریغاچ، پختارال و جیتسای سهم گذارند. تاجیکان امروز زیاده از 30,000 اهالی را در قسمت جنوب قزاقستان تشکیل می دهند. به کدام کوچه آیید و از کدام خانه پرسان شوید، به سؤال شما با زبان شیرین تاجیکی پاسخ می گویند. یا پیاله چای کنم من. سلام علیکم. تینجه شما دماغتان چا اما نیستن ولی چقدر کتان تتیکه گشت دیگه تان سریعتان خدرتان خیر. یا پیاله چای کنم من. چای قزاقستان وقت داشتم خدا نخواکی خاکی جنگل چطور شدی یا میبیاید این وایتان کن. این محل تاجیکا بسیار مول تاجیکا جدا مول است. مهمان دوست و مهمان نوازند ساکنان این وادی پرفیض. رئیس تاجیکان جمهوری قزاقستان، ساکن ناحیه پختارال جهانگیر دورانوف، عضو اسامبله خلق‌های قزاقستان، از روزگار تاجیکان این کشور با صمیمیت سخن می‌کند. پختارال به 9,000 تاجیک زندگانی میکند. جیتسای به 8,000 تاجیک. رایانی من همین کیروفی که ما حاضر استادیم این رایان به 39,000 تاجیک زندگانی میکند و 9,000 سرغاچ رایانشان و ماندش 14 رایانشان. همگی 30,000 تاجیک. خب این تاجیکایی که در این رایان ها استقامت میکنند آنها فرزندان خودشان به زبان تاجیکی میخوانند. مکتب های تاجیکی کشادگی هم. چند مکتب در همین ناحیه های همین ناحیه‌ای که به مرکز مدنی تاجیکا جای گرفتگی ناحیه هانده همگی 5 تا مکتب میانه به زبان مادری میخوانده مکتب ها جایگیر شده است. معلم ها از لیلناباد از دوشنبه آمده من همیشه به جایگیر شده کار کرده ایستاده ام. لیکن آخرین وقتنده معلم ها نمی رسند. در دولت قزاقستان جمهوری به ما دوست و همسایه یک اسامبله خیلی با نفوذ خلق‌های قزاقستان تأسیس شده که شما نیز عضو همین اسامبله می باشید. من گمان میکنم که این برای تاجیکان قزاقستان جنوبی افتخار است. این اسامبله از این پیش فورم ها بودند. خلقای همون وای به جمهوریت قزاقستان زندگی میکردگی خلق را فرمش تشکیل کردند و این فرم باید اسامبله هم بگردند و رئیسی این اسامبله بوده پرزیدنت است. رئیس اسامبله جمهوریت قزاقستان
خود نورسلطان آبیشش نظربایف اسامبلی با 300 کس هر یک ملت وکیل هستند. همچون تاجیک‌ها وکیلش من اشتراک میکنم. تاجیکان قزاقستان در برابر زبان خانوادگی خیش یعنی زبان تاجیکی اینچنین زبانهای قزاقی و روسی را نیز خوب می‌دانند. همسایه های قزاق که سالهای زیاد با تاجیکان در یک ناحیه در یک وادی عمر به سر میبرند با شوق زبان تاجیکی می‌آموزند. به عرف و عادتهای تاجیکان میل و رغبت ظاهر می‌نمایند. این از محیط سالم، از هماهنگی مردمان گوناگون ملت این کشور آفتابی شهادت می‌دهد. قشلاق گفتگی جای کوهستان درونش به یک قشلاقچه خود ترک پیدا شدگی از اون این وطن عقبگین کرگی ما مثال خمیشزار بوده همونجا در دیخانچلی کرده زمین کافته حیات گذرانده تا مرخه کرده زندگانی کردیم تا وقتی همین جنگ جهان با آمده قسلمیش کردن زانه آمده من همین قزاقستان دا استقامت کرده پخته چیده ها را ایوازش با نان گرفته زبار نکتی کرچکه کتی حیات گذراندیم. از همون ایسی من همین شستوخیست همین دور ایانده ناجمیده من پدر هاما مادر هاما امک هاما بتون من رفتند. من ماندگی اکو مسافر شدم ماندگی مایان 16 ساله من آمده بیم حاضر 71 بدن آمدم 52 سال 51 سال همین قزاقستان دا استقامت میکنم. یا قزاقان مایانه تو برو تو از کجا آمده گفته که جاش نی با اختیار خود کار کردیم با اختیار خود نان یافتیم بالا چغه کردیم کلینگ گیتیم نبیره کردیم من استقامت کاری کرده روزگار هما جدا به حیات سره توی تماسایی همدیگر به خدمت کرده میگردیم. حالا همین وطن با اومده 8 فرزند دار شدیم ما 4 پسر 4 دختر هم میشن برآوردیم به حیات هم میشن من 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا فرزند تاشای. ما در دوشنبه در دیگر شهرها جگر بندام ها هست یک کام جیان ها ما یک کام تقا ها ما یک کام فرزند ها ما تحسین گرفته ایستاده است. از همون البته در وقت ناتنجی ما هم در اینجا ایستاده جدا غم غصه کردیم دعا کردیم که تنجی شود گفته من امروز تنجی سر شد اکنون من همین تنجی ابدالابد باشد که ما بیملال رفته من فرزندان ما کلان شده ایستاده است. نیت ما همین که در دوشنبه تحسین یابد در زبان تاجیکی خواند ملت نیست نشود. من 1 2 سال 3 سال است که جدا تشبیشنده مانده تان من فرزندان آینده من دوستان آینده این چقدره که ارای مایان به فتنه افتاد از این مایان خودتان بچهش دیدیدون برکه نیافتیم. اکنون مایان میخواهیم که آیندن ده این هم گذشته را هم غربت ها را هم میشه فراموش کرده من حیات فراوان گذرانیم. آینده همین میده ها آینده همین چه ها ساق و سلامت شود عمرهاش دراز شود خدا توفیق و انصاف پشت هدایت دهد از این هم آباد شده همون کارهای گذشته رفتگی بتون فراموش شود دیگه و توی تماشا ما بارد کلده ما یک جایه شد یک جایه فراوانی عمر گذرانیم. آمین الله اکبر. خلقهای تاجیک و ازبک، ترکمن و قرغیز و قزاق رابطه های دیرینه تاریخی دارند. تاکید میکند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف. ما باید بدون محدود ساختن منفعت های ملی راهی قابل قبول همگرایی مملکت ها را دریافته نیروی اقتصادی و معنوی را به منفعت نسل آینده واگذاریم. بله، مردم آسیای مرکزی از قدیم به همدیگر دستی لطف و مرحمت دراز نموده یک جایه حیات به سر میبرند.
صبح بر وقت راه سوی دهکده اچقرغان ولایت اوش جمهوری قرقیزستان گرفتیم. در دهکده اچقرغان قرقیزستان قریه های اندراق، قدمجای، لالایک و اهندرکان موضع های تاجک نشین بوده در دامنه بلندکوی آلای در ساحل دیلای اسفیرم جایگیر شدند. صبح اسفیرم با نسیم اتراگین خیش ما را پذیرایی نمود. در دهکده اچقرغان ولایت اوش جمهوری قرقیزستان نزدیک 16,000 تاجیکان زندگی می کنند. تاجیکان در پایان قطار کوههای آلای هنوز 400-500 سال قبل مکان گرفتند. اجدادان تاجیکان امروزه اچقرغان هنوز 4-5 عصر پیش از موضعهای دهبید سمرقند، از کانبادام و بخارا، از درواز و قراتگین و کولاب اینجا آمدند و حالا تاجیکان تهجایی این دیار زیبا منظر به شمار می روند. مرکز فرهنگی تاجیکان قرقیزستان که نام رودکی را دارد، در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خلقهای تاجیک و قرقیز مقام مهم را داراست. این مرکز بهر نموی زبان تاجیکی، بلند بردن سطح معنوی تاجیکان این دیار، باز هم گسترش دادن سنت‌های ملی ما تدبیرهای خوبی می اندیشد. در اچقرغان روزنامه موج اسفیرم نیز به زبان تاجیکی چاپ می شود. ما در اچقرغان خود را بیگانه حساب نمی کنیم یا از یگان جا آمدگی حساب نمی کنیم. ما تاجیکان تهجایی یک چند عصر هست که اجدادان ما، بابایان ما در همین سرزمین زندگی کرده آمد. حالا تاجیکان این سرزمین عرف و عادت، زبان، همه چی خود را گم کردگیشون نیست. در اساس علمی اگر گوییم این تاجیکانی که اولادان ما به 3,000 قریب می رود، لیکن تاجیکانی که حاضر زندگی می کنند اساساً دو شیوه. یکم شیوه بالا اچقرغان که اینها اولاداشون از سمرقند، از طرف سمرقند خوجن همین طرف